بعد بستن مرزی مجارستان با صربستان هزاران تن از پناهجویان و مهاجران به خرواطیه رهسپار شدند. به گفته پلیس در مدت 2 روز بیشتر از 6000 مهاجر به این کشور وارد شدند. بسیاری از مهاجران در گذرگاه موقتی مرزی در بین شهر تاورنکی خرواطیه و سیدی صربستان جمع آمدند و در اینجا ماموران امدادی به آنها کمک‌های بشری تقسیم می‌کنند. مهاجران خسته که اکثریتشان از سوریه هستند به ایستگاه قطار تاورنک انتقال داده شدند و منتظرند که با قطار آنها را به نزدیکی اسلوونیا میبرند. مقامات ترکمنستان ده ها خانه را در کنار شهر اشخاباد ویران کردند. پیش از این در اول همین سال 13000 خانه را در ناحیه چاگنلی و تابستان امسال 4000 خانه را در شهر شار ویران کردند. ساکنان میگویند به جای خانه هایشان هیچ جبران پولی نگرفتند. مقامات ترکمنستان سبب‌های ویران کردن خانه ها را شرح ندادند، ولی بنا به گزارش ها حکومت ترکمنستان می‌خواهد قبل از بازی‌های آسیایی سال 2017 کناره‌های اشخاباد را به قول زیبا کند. قرب پول ملی گرجستان لری همچنان در برابر یورو و دلار پایین‌تر می‌رود. عین زمان $1 برابر به 12.4 لری است و از ماه نوامبر تا کنون قرب پول ملی گرجستان نسبت به دلار 35% کاهش یافته است. یک قرب شوی پول سبب بالا رفتن قیمت‌ها در گرجستان شده و خرج مردم عادی را زیاد کرده است. ایرکلی گریباشویلی نخست وزیر گرجستان مردم را به آرامی دعوت کرد و وزیر اقتصاد گفت ممکن است در آینده نزدیک ارزش لری بالا رود. نمایشگاه عکس‌های کودکانی که مکتب را ترک کردند و در بازارهای بزرگ بیشکک کار می‌کنند در پایتخت قرقیزستان باز شد. در نمایشگاه که کودکان ناعیان در بازارهای بیشکک عنوان دارد، عکس‌های برداشته عکسبرداران داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شده است. در این عکس‌ها زندگی سختی کودکان تصویر یافته است که مکتب را گذاشتند تا برای پیشبرد زندگی به خانواده کمک رسانند. و گفته مقامات قرقیزستان در این کشور تا 80,000 کودک به سبب‌های عائلوی به مکتب نمی روند. در شهر پیشاور پاکستان برای گرامی داشت خاطره قربانیان حمله تروریستی به یک مکتب این شهر در ماه دکبر مراسم یادبود برگزار کردند. در این حمله 145 نفر و اکثرا کودکان کشته شدند. در این مراسم آوازخوانان با زبانهای پشتو، اردو و پنجابی هنرنمایی کردند. یک دسته آوازخوانان خارجی با نام دسته فرستادگان نیز در این مراسم حضور داشت که این دسته عمدتاً برای دیپلمات‌ها و خارجیان کنسرت می‌دهد. در مراسم یادبود که با هدف رواج صلح و ثبات صورت گرفت، دیپلمات‌ها نیز حضور داشتند. پیشاور زود مورد حمله‌های تروریستی قرار می‌گیرد.